میرسه هر کسی در مجموعه مسئولیت هایی که داره یک مسئولیت هم از این باب داره. در رابطه با این ارتباط پدر و فرزندی رامی جان اگه ممکنه در رو ببندید که صدا اکو نکنه. تنها موردی رو که من در نظر میگیرم همینه، یعنی اینکه یک پدری که من به عنوان یک ایرانی احساس دین به او میکنم در وصیت‌نامه‌اش فرزندش رو به همه ماها سپرد. بنده هیچ امتیاز دیگری در این خصوص در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی قائل نیستم و خود ایشون هم قائل نیست. به همین دلیل بعد از این سفارش دیگه میمونه عملکرد و دستاوردهای شخص این شاهزاده. اگر بخوایم در یک قاب، در یک فایل به خصوص مجموعه عملکرد ایشون رو قضاوت بکنیم، رامی جان این پنجره رو هم ببند، صدای من برمیگرده تو استودیو. اگر بخوایم این رو قضاوت بکنیم یک نتیجه به دست میده. در سن بسیار بسیار نوجوانی، یعنی شاید بدترین سن ممکن، پدر خودش رو در بدترین شرایط از دست میده. یعنی کودکی که در یک محیط درباری به دنیا آمده، در مراسم تاجگذاری حضور داشته، پدر رو دیده که تمام رؤسای جمهور و پادشاهان دنیا به دیدار او میان، احترامش میکنن، یک باره همین پدر رو در شرایطی میبینه که دشمنانش حتی در بیمارستان و هنگام مرگ هم دست از سر او بر نمیدارن. من شخصا وقتی این داستان رو، وقتی این روایت رو در ذهنم مرور میکنم، میبینم من مردش نیستم. یعنی من این تحمل رو نخواهم داشت و اگر هم تحمل بکنم اون نخواهم شد که رضا پهلوی شده. منصفانه دارم خدمتتون عرض میکنم. بد کردند، همه با پدر ایشون بد کردند. حالا یه پسر نوجوان رو در نظر بگیرید که مردم، دوستان خارجی، حتی اعضای فامیل، کسانی که بر سر اون سفره نشسته بودند، همه نسبت به پدر ایشون ناجوان مردی میکنند. و خب این میتواند که از نظر روحی بسیار اذیت کننده باشه. و انصافاً ایشون اجازه نداده که
این حادثه و این رویداد روی عملکردش اثر بگذاره. من بعد از این رامی جان اگر تونستید فایل رو باز بکنید، تو فایل 2 اولین فیلم رو احتیاج داریم که پخش کنیم. عملکرد شاهزاده رضا پهلوی رو در 2 بخش میتونم بیان بکنم. یک بخش از روزی است که ایشون پدرش رو از دست میده، یک سرمایه‌ای در اختیار داره و حالا سرمایه همچین نجومی هم نیست. تصور نمی کنم هیچ پادشاهی، هیچ رهبر کشوری بعد از 37 سال بالاخره با دست خالی روانه جایی بشه. بارها گفتم شما مدیر عامل یک کمپانی رو وقتی 37 سال ایشون اون کمپانی رو با خوبی اداره میکنه، بالاخره یه تشویقی میکنید، یه حقوقی بهش میدید، یه بازنشستگی بهش میدید. ایشون در اون زمان میتواند که برود دنبال زندگیش، بره یک گوشه‌ای در دنیا سرمایه‌اش رو به کار بگیره و زندگیش رو بکنه، چون سرنوشت پدر بزرگ و پدر خودش رو دیده. درس بگیره، حداقلش اینه که درس بگیره. آقا 2 تا تجربه جلو روته، با پدر بزرگ این طور کردن، با پدرت این طور کردن، تو چه انتظاری داری؟ فرض اینی که حالا به قدرت برسی سرنوشتی پیدا خواهی کرد مثل اینها. خب و الان هم تو موقعیت نیستی، الان هم تو موقعیت خطر هستی. ایشون میتونست به نظر بنده بیاد بره گوشه دنیا سرمایه‌شو به کار بگیره. حتی من یادمه خود خلخالی، من با شخص خلخالی مصاحبه کردم، پیام فرستاد برای شاهزاده رضا پهلوی که آقا ما با تو کاری نداریم، توی بچه بودی رفتی فلان اینا، و ایشون میتونست از همین موضوع استفاده بکنه و بزرگترین ارتباطات مالی و امتیازهای مالی رو از جمهوری اسلامی بگیره، بره گوشم سکوت بکنه. کسی هم نمیتوانست مدعی ایشون بشه که چرا چنین کرد. خب به هر دلیلی این آدم این کارو نمیکنه. ما 2 تا دلیل میتونیم برای اینکه این کارو نکرده بیاریم. یه دلیل اینه که آدم جاه طلبی باشه، آدمی باشه بگه امکان داره من برم اینجا شاه بشم، خب بیام الان یه کارام سرمایه‌مو به کار بگیرم، امکاناتمو به کار بگیرم، شاید رفتم شاه شدم. دلیل دوم اینه که نه، آدم وطن پرستی باشه، درد وطن داشته باشه. من میخوام یه شهادت تاریخی بدم به عنوان آدمی که در یک دوره‌ای بسیار نزدیک بودم به ایشون و خصوصیات و خلق و خوی آدم رو محک زدم. آقا این آدم اصلا جاه طلب نیست. نه تنها جاه طلب نیست، اصلا بیزار از این که با مردم عادی متفاوت دیده بشه. یعنی برخلاف من و برخلاف امثال من که در همه کار میکنیم که دیده بشیم، ایشون اصلا اهل این کارا نیست، اهل دیده شدن نیست و بزرگترین آرزوش اینه که مثلا یک شلوار جین بپوشه، یه دونه بلیز تنش بکنه، راه بیفته مثل مردم، دست بچه‌شو بگیره تو پارک قدم بزنه، کارشو بکنه، زندگیشو بکنه. پس این جاه طلب نمیتونه باشه. پس اگر در بازی موند و تو میدان موند و نرفت دنبال بیزنس و زندگی مرفه، نمیتونه عاملش جاه طلبی باشه. پس عاملش وطن پرستی بوده. یه چیزی هم دوستان فراموش نکنن،
شاهزاده بودن، اونم چنین شاهزاده‌ای، خب یه مزایایی داره. مثلا حالا این مزایا چیه؟ مزایا اینه که مثلا تو مهمونی که برین ایشون بالای مجلس میشینه. خب این آدم اصلا باور کنید که حاضر دم شما رو ببینه که بره پایین مجلس بشینه. حالا خوب یا بد براش اصلا انگیزه نیست، براش اصلا جالب نیست، اما هزینه داره. آقا این آدم 3 تا بچه داره که بچهش باید بفرسته مدرسه توی مملکت غریب، دشمنی کنه با یه حکومتی که به صغیر و کبیرم رحم نمیکنه. یعنی آیا شما فکر میکنید که رضا پهلوی مثلا در طول این سالها چقدر احتمال داده که ترور بشه؟ چقدر احتمال داده که خانوادهش در معرض خطر قرار بگیرن؟ اینا هزینه است دیگه. بنده وقتی دعوتم میکنن به یک مهمانی، اولا نمیرم. اگر هم مجبور بشم که برم، اگر مهمانی رو نشناسم، شاممو خونم میخورم میرم. ملاحظه میکنم دیگه. حالا من کجا، رضا پهلوی کجا؟ خب اینا هزینه هایی است که باید داده بشه. من یادم یه روزی توی این سفر نیویورک که ایشون تشریف آورده بودن، فردا صبحش مردم خواستن با ایشون عکس بگیرن. خب حالا شما فکر کنید 200 نفر پیر و جوان و خرد و کلان، این آدم صبح کله سحر وایساده تو لابی هتل، دونه دونه اینا رفتن اظهار محبت کردن، باید با همه بخنده، با همه روبوسی بکنه، فلان بکنه، باهاش عکس بگیرن. خب اونی که عکس گرفته این عکس رو برمی‌داره میبره نشون فامیلاش میده که آقا من با رضا پهلوی عکس گرفتم دیگه. اما اون بنده خدایی که 2 ساعت و نیم سر پا وایساد، خم به ابرو نیاورد، با همه دونه دونه عکس گرفت، اون چی برد خونش؟ رفت گفت من با شهر مامانی عکس گرفتم. اینا رو شما اگه جمع بکنید همه هزینه هایی است که این آدم متحمل شده. خب این در بعد شخصی است. حالا در بعد اجتماعی و سیاسی، فعالیت شاهزاده رضا پهلوی رو باید به 2 قسمت تقسیم کرد. فوت پدر تا زمان تشکیل شورای ملی ایرانیان، وجداناً، شرافتاً شما به فعالیت شاهزاده رضا پهلوی در بعد از مرگ پدر تا آغاز شورا چه نمره میدید از 1 تا 20؟ چی کار کرده؟ چیکار کرده دیگه؟ 1. مهمترین کاری که کرده این است که اون خط ذهنی که پدرش تو ذهن مردم ایجاد کرده خراب نکرده. چرا انتظار داریم که یه پسر جوان خوشتیپ، خوشبالا، قد بالای، خوش‌شیکری که پول مولم داشته، مثل ما مثلا گرفتاری مالی هم نداشته، آقا اینقدر زود بره زن بگیره؟ اصلا خودمونیم دیگه، میدونیم کلامون میخوایم قاضی کنیم. و بعد چه جوانی کرده که از چشم عکاسا و خبرنگارا دور بوده و جوانی نکرده انصافا. خط ذهنی پدرش رو هم خراب نکرد تو ذهن مردم. اضافه به این که تونست بسیاری از مخالفان خودش و پدرش رو تبدیل به موافقان بکنه. این کار آسونی نبود. در دوره محمدرضا شاه اگر ای کاش رضا پهلوی خیلی زودتر از اینها به دنیا آمده بود و در دوره حکومت پدرش میشد مشاور باباش.
خیلی مهم بود. چقدر اون حکومت زحمت کشید مخالفان رو به راه بیاره. اگه کسی توبه میکرد میامد پست میداد، مقام میداد فلان، ولی نمیشد. و رضا پهلوی بدون اینکه باج بده، بدون اینکه کسی رو پست بده، کسی رو مقام بده، وادار کرد کمونیسته، مجاهده، نمیدونم جمهوری خواهه، باورم کنید بسیاری از حزب الله یا بهش احترام بگذارن. نوه خمینی بیاد اینجا بره به ملاقاتش. اینم کار کمی نبود. به نظر من هیچ پادشاهی در طول تاریخ ایران مثل رضا پهلوی، البته اینه که داریم مقطع رو بهتون بگم تا سر شوراست داریم حرف میزنیم، هیچ پادشاهی به مانند رضا پهلوی دل همه مردم رو از جناح‌های مختلف به دست نیاورد. یعنی هیچ پادشاهی نیست، هیچ آدمی نیست تو جامعه ایران که حتی در مورد رضا شاه بزرگ بگه اگر این پادشاه نبود من به رئیس جمهوریش رأی میدادم. نمیگن. علیرغم اینکه رضا شاه این همه خدمت کرده به مردم، ولی در مورد رضا پهلوی میگن این اگر میخواست، مخالفین پادشاهی میگن اگر این میخواست رئیس جمهور بشه من بهش رأی میدادم. این هیچ کدوم پادشاه نتونستن همچین توفیقی به دست بیارن. یه آدمی که به خدا خونه زندگیش هم من دیدم اصلا چیزی نبوده که تعجب بکنم و دهانم باز بمونه، نه، خونه زندگی فقیرانه ای نداره، ولی در حد آقازاده های جمهوری اسلامی هم نیست. یعنی میخوام بهت بگم نه درباری، نه گنبدی، نه بارگاهی، نه بودجه‌ای، با حرف زدن، با گفتگو کردن، با وقت گذاشتن کاری کرده که مخالفین خودش، مخالفین خونی، بهش احترام بگذارن. و یک شعار مطرح کرد که به نظر من این شعار کلید پیروزی ملت ایران بود اگر کسی بهش توجه میکرد و اگر کسی بهش میرسید. و این شعار بود امروز فقط اتحاد. یعنی شما همین الان که من دارم با شما حرف میزنم این شعار رو بذارید جلو چشمتون، ببینید اگه من ماهستینی، فؤاد پاشایی مشروطه‌ای، نمیدونم جوادی کمونیست، نمیدونم اون یکی به این شعار دل میبستیم امروز فقط اتحاد، چه اتفاقی میافتاد؟ آقا 4 نفر رفتن تو پاسارگاد، همه اینجا تو تلویزیونا یخه خود مردم گفته آقا ما بودیم اگر ما عطسه نمی کردیم مردم نمی رفتن به خدا مردم به حرف منی که بنیانگذار این موضوع بودم گوش نکردن. کار خودشون بوده. به دمش گرم رضا پهلوی هم ایمن به شاهزادم به همین موضوع اشاره کرد. این شعار امروز فقط اتحاد میلیاردها میارزید و باید میلیارد، یعنی شما نگاه کن اگر بین ما تلویزیونا این شعار حاکمیت پیدا میکرد امروز فقط اتحاد، چه قدرتی میشدیم، چه نیروی عظیمی میشدیم. جریان های سیاسی امروز فقط اتحاد، چی حرف نزن آقا بعدن چی میخواد ولش کن، امروز فقط اتحاد. ببین چقدر میارزه این شعار. اتفاقا به اندازه ارزشش باید خرج میشد تا این شعار از بین بره. 2 یه چیزی که در این آدم خیلی، اینا که دارم بهتون میگم به ارواح پدرم همه مکنونات قلبیم باهاتون دارم در میون میذارم. من اصلا اهل باج دادن و باج گرفتن و اصلا نیستم، خلق و خوم اینجوری نیست، اینجوری بار نیامدم. شاهزاده رضا پهلوی عمل کردش به نظر من یک ویژگی خاص داره.
برخلاف همه سیاستمدارانی که پشت در اون اتاق با جلوی دوربین دو تا چهره کاملا متفاوتن، این آدم دارای یه چهره است. من به عنوان آدمی که بیشترین مصاحبه رو با ایشون داشتم، طولانی ترین مصاحبه ها رو با ایشون داشتم، ما قرار بوده مثلا 40 دقیقه با هم گفتگو بکنیم، یه دفعه رسیده به 1 ساعت و 40 دقیقه. خب یک بار این آدم از من نپرسید آقا چی میخوای مطرح بکنی، آقا یه اشاره به این موضوع بکنه، آقا اینجورا، آقا اونجورا. ابدا. حرفایی هم که خب ما حرفای خصوصی هم داشتیم، حرفای تلفنی هم داشتیم، حرفای نمیدونم فلان هم داشتیم، حرفای جلو دوربینش مطابق بود با حرفایی که تو جلسه خصوصی میزد. اینو من شهادت بدم برای تاریخ. خب این عمل کرده و یه نکته مهمی که برای من خیلی مهمه اینه، ما مردم رجال خراب کنیم. باورتون میشه؟ محمد رضا شاه بیچاره کی میگو به من بگین خدایگان؟ ما کردیم. بابا بدترین آدم رجال خمینی، ما بودیم که رفتیم بگو آقا تو امام زمانی چرا نمیگی؟ دمش گرم خمینی به خدا، گو آقا این مزخرفات چیه میگیم؟ من کجا، امام زمان کجا؟ حالا چون خمینی بود گفتیم امام زمان، به شاه هم گفتیم خدایگان. یه اتفاقی که افتاد این بود که این نوع حرفا و این القاب و این القاءات روی همه هر رجالی که شما فکر بکنید اثر گذاشت. روی محمد رضا شاه اثر گذاشت، روی رضا شاه اثر گذاشت، روی خمینی اثر گذاشت، روی خامنه‌ای که خیلی اثر گذاشته. اصلا فکر می‌کنم تا چند وقت دیگه ایشون بگه من خدا در بعضی از امور با من مشورت می‌کند. آقا روی رضا پهلوی اثر نمی‌کنه. باورتون میشه؟ یه چیز خصوصی بهتون بگم، در روابط شخصی من اصولاً به 2 دلیل برای این آدم احترام فوق‌العاده قائلم. یه دلیل، آقا این تلفن رو اینجا قطعش کنید. یه دلیل این که گفتم یه کسی اینو به من سپردتش، همونجور به شما سپرده. دلیل دوم اینی که آدم محترمیه. خب حالا اینی که خصوصی میخوام بهتون بگم، در روابط خصوصی مثلا در منزل مادر ایشون مهمانی بود، نمیدونم ما حضور داشتیم فلان، من همون رفتار رو با ایشون میکردم که جلو دوربین، همون احترامات فوق‌العاده رو قائل میشدم. متقابلا ایشون با رفتارش یک جوری به من تأکید میکرد که آقا لازم نیست این حرفا. یعنی در ذاتش نمیذاشت شما به اشتباه بندازیدش. این خیلی مهمه، این پتانسیل در یک رجل خیلی حائز اهمیته که فریب نخوره، که خودش رو بشناسه، با آقا گفتنها و بله قربان گفتنها و خدایگان گفتنها و امام زمان گفتنها باد نشه. حالا نه تنها باد نشه، نذاره بادش کنن. به نظر من یک خصوصیت خیلی مهم برای رجال در ایران اینه که قدرت داشته باشه که نذاره بادش کنن. یه ذره، حالا من اینجا خودخواهی هم به خرج بدم، یه ذره منم یه همچین حالتی دارم ها. دیدین بعضی موقع رو خط تلفن بعضیا میان حرفایی میزنن، میگم آقا هندونه ها رو نذار زیر بغل من یه روزنامه نویسم دیگه.
به خودم هم میگم، آخه بعضی موقع منم یه طرف میگه آقا تو تنها ناجی ملت ایرانی، اگر من یه دفعه مثلا من تو ذهنم مثلا یه عکس رضا شاه میبینم، این ورشم عکس خودم، خوشم میاد دیگه، با منم آدمم، ولی خب من خوشم میاد، مادرم هم خوشش میاد، ولی تاریخ چی میگه؟ تاریخ عکس من میگیره پاره میکنه میذاره سطل آشغال. ذات بشره. ولی اینی که انسان یه نیروی تدافعی داشته باشه برای اینکه نذاره این موضوع روش اثر بگذاره خیلی مهم. خب این قضاوت من در مورد، اولا تبریک میگم زادروز ایشون رو، این قضاوت من در مورد فرزند محمد رضا شاه پهلوی، یه چیزی هم گفتم در طول این سالها، باز هم تکرار میکنم و اون این است که شاهزاده رضا پهلوی منهای اون سپردن و اون مسئله‌ای که به حالی آدمی که ما براش احترام قائل بودیم، خودش در این مقطع نمره قبولی آورده. اینا که من دارم میگم تا سر شورا، حالا بعد از شورا رو مطرح میکنم. و به این لحاظ تونسته، یعنی امروز اگر بعد از 38 سال 37 سال سقوط حکومت محمد رضا شاه پهلوی خیلی ها به او دلبسته هستن، تو پاسارگاد اسمشو میارن، تولدشو تبریک میگن، به نظر من این صرفاً به خاطر عملکرد خودشه. میتونست غیر این باشه. این فقط به دلیل اینکه فرزند محمد رضا شاه هست نیست. یک فیلمی در این رابطه تهیه شده، این فیلم رو با هم میبینیم، حدود 10 دقیقه است، فیلم زیبایی است و برمیگردیم در خدمتتون. نمیایی چرا؟ یادگار پادشاه خوب آبادی، نمیایی چرا؟ کوچه های غم گرفته در وطن یاد تو هستند و پدر، کی رسد روز رهایی، روز آزادی، نمیایی چرا؟ 3 دهه مرگ و فلاکت در وطن خانه گزیده بی صدا، 3 دهه درس پشیمانی به ما دادی، نمیایی چرا؟ با حضورت سبز میگردد سرای بی نشاط و سوت و کور، مهربانی با صفایی خنده‌رو شادی، نمیایی چرا؟ همچو کوروش هستی و راحت نجات خلق ما از بند ظلم، فصل بارانی بهاری شاخ شمشادی، نمیایی چرا؟ تا که دنیا چرخ گردانش زمین را چرخش هر روز است، سرزمین خشک دنیا را تو آبادی، نمیایی چرا؟ رفتی و ایران ما ویرانه شد پشت سرت، تاریخ گفت آه میدانم که تو قهری پر ز فریادی، نمیایی چرا؟ ما پشیمانیم، شاید قسمت ما بوده این دوران تلخ، ملت ما همچو شیرین گشته فرهادی، نمیایی چرا؟ ای میهن گهواره آرامش من، ایران من، ای مایه آسایش من، ای نام تو خنده گل دلنشین
بله. خب اما اون چه که من گفتم در مورد این که اصولاً چه لزومی داشت که شاهزاده شعار امروز فقط اتحاد رو کنار بگذارند و چون امروز فقط اتحاد یک معنای عام داشت و به نظر می رسید که محوریتش هم عامه، یعنی امروز فقط اتحاد مثلا پیرامون ایران، حتی معنیش این نبود که امروز فقط اتحاد با من از زمان تشکیل شورای ایرانیان من نفهمیدم، هنوز هم نمیفهمم که ضرورت تشکیل این کار چی بود و به همین دلیل از روز اولم نپیوستم، بارهام جلوی دوربین گفتم، حتی از من دعوت شد برای شرکت در کنگره ها نرفتم، در فانرنزینگ هاشون دعوت کردن من نرفتم، به خود ایشون هم عرض کردم. هنوز هم نمیفهمم و شاید چون میدونید یک حسن آدمایی میتونه باشه که شرایط قضاوت رو درک بکنن، چون من هنوز فاکتورهای لازم رو برای قضاوت در اختیار ندارم، لذا نمیتونم بفهمم. علاوه بر این که در طول این 3-4 سال من میبینم یک رویدادهای اتفاق میفته که مثلا اون تلاشی که ایشون داشتند برای جذب مخالفین، حالا مخالفین ایشون رو به دلیل قرار گرفتن تو یک منظر اجرایی رقیب خودشون میدونن، پس اونها یه جور جدا شدن. بسیاری از هواداران هم یه جوری جدا شدن و بعد دغدغه مثل من که چجوری، من شما فکر کنید، من بارها با خودم گفتم من اگر تلویزیون کانال 1 نبود خیلی کارام مؤثرتر بود. اینجا من یه نکته البته دارم و اون هستش که وقتی من میام میشینم جلوی دوربین به مردم میگم آقا پول بدین، این کتابو بخرین، این سکه رو بخرین، به همین میزان از قدرت نفوذ کلام من کاسته میشه. خب ولی اگر توی برنامه تلویزیون داشتم زندگی من میکردم فلان و این نیاز مالی وجود نداشت، کمون که الان در مورد شاهزاده هم اینطوره، هزینه های شورا نمیدونم فلان، یک دغدغه عمده‌اش این است که این هزینه ها چجوری تامین بشه و خدای نکرده برای خاطر یک بقای، چون واقعا من در طول این 15 سال شما دیدید مقابل دوربین برای تهیه هزینه های این تلویزیون دست به هر فعالیت اقتصادی زدم، ولی ایشون هم میتونه این کارو بکنه، ایشون که نمیتونه. شاید بعضی موقع با خودم میگم شاید هنوز زود باشه برای قضاوت کردن درباره این که چرا شاهزاده تن به این شورا دادند و چرا، چندین چرا. شاید زمان 3-4 سال کافی نباشه برای اینکه آدم بتونه یک رأی قطعی صادر کنه. به همین دلیل من البته نمیدونم این توضیح بدم، امروز این برنامه زنده است، برنامه روز یکشنبه است، ما هم معمولا روزهای یکشنبه برنامه زنده نداشتیم، امروز اولین باره که ما یک برنامه زنده ای داریم. خواهش می‌کنم چند لحظه اگه میتونید شما تلفن‌های استودیو رو بذارید روی صفحه ببینیم اصلا دوستانی هستند که ما رو ببینن یا اگر نظری راجع به این مسائل دارن اون چیزی که گفته شد بتونن بیان بکنن، چون میخوایم بریم بپردازیم به عرضم به حضورتون
بخش دوم برنامه و مضافاً به این که اصلا چون میدونم تعداد استثنایی کمی الان احتمالاً بیننده برنامه ما هستن، 818 914 مثل این که 5347 یا همچین چیزی شماره استودیو خانم ساتکین 5347 آخرش. بله 818 914 5347. بله چون تعداد اندکی با خبر شدند که در تلویزیون برنامه خواهیم داشت، لذا ممکنه حالا در تکرارها برنامه رو ببینن و ما سعی داریم میکنیم که این 2 روز ویکند رو هم یک جوری برنامه ها رو متنوع بکنیم و بتوانیم از حد اکثر امکانات، به هر حال این برنامه زنده است. 818 914 5347. خوشحال میشم اگه کسانی در این رابطه نظری دارند بیان بکنن. فقط نکته ای رو که من همیشه هویت تلویزیون، همه خطا روشن شد. الو بفرمایید، خواهش میکنم. روز شما بخیر. در خدمتتونم. صداشون خوبه الان؟ جان یه لحظه گوشیتون بچه‌ها صداتون اونجا خوبه؟ بله میفرمایید، در خدمتتونم. من می‌خواستم در رابطه با صحبت شما اجازه بدم. بفرمایید، در خدمتتونم. اولش در رابطه با اینی که مطرح می‌کنید دیگه شاهزاده شعاری دارن امروز فقط اتحاد باید مشخص باشه. اتحاد حول چه؟ یعنی همینجوری بیان اتحاد حول چه مسئله‌ای باشه؟ اتحاد ما تجربه اتحاد دادیم که خمینی گفت بیاین همه حول چیز جمع بشیم، بعدش اسلام چیز مشخص باید باشه. بعدش هم آقای رضا پهلوی، آقای شاهزاده صحبت از دموکرات بودن میکنه. میگه من اگه چیزم نباشم، شاه نباشم، رئیس جمهوریت شدم فلان نه، ولی چون اتحاد میخوام دموکراسی فلان بشه. آقا هیچ برنامه‌ای نداره. اگر نمیخواد یه آدم دیکتاتور بشه، چرا مثلا به عنوان مثال همین حزب مشروطه هست. خب ایشان میخواستن اگه شاه سمبولیک باشه دیگه، باید یه حزبی باشه حداقل بیاد این تحزب تو جامعه ایرانی رواج بده. بگه آقا این حزب باید بیان، این حزب باید تشکیل بشه فلان بشه، نه دیگه خودش بیا بشه رئیس یه حزبی، از اون چیز بشه رئیس بعد 4 نفرم دور خودش بذاره. بله ممنونم. خب شما فرمایشتون مطرح فرمایید. من اولا گفتم ببینید من حرفمو 2 قسمت کردم. یه قسمت رو قطعی نظر دادم، قسمت دومو گفتم چون نتیجه حاصل نشده من نمیتونم نظر قطعی بدم. در مورد شعار امروز فقط اتحاد روشن بود. در حقیقت این بود که تصور من اینه که یک رفراندوم بین المللی زیر نظارت‌های بین المللی اتفاق بیفته، مردم رأی بدن برای تعیین سرنوشت کشورشون و این حرف بسیار پسندیده‌ای بود. الو بفرمایید. آقای شرمایی اینو بشنوید. حالا باشه صحبت نکردم. بفرمایید. من همایون هستم جانم، بفرمایید. سلام چاکر آقای شرمایی. آقای دوست من بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای همایون جانم. اولین بار دارم صداتون رو میشنوم، خیلی دوست دارم. فقط یه چیزی میخواستم خدمتتون بگم جانم که این مردم ایران عوض شدن، به خدا قسم. بله. یعنی اصلا یه چیز دیگه شدن. یعنی هر کسی فکر میکنه که این مردم همون مردم قدیمن. نه به خدا اونجوری نیست. مثلا میری آقای همایون میری مثلا یه دختر عقدش میکنی، میخوای برش داری بیاریشی و میری مهریه رو میندازه اجرا، یا مثلا اصلا نمیدونی چقدر عوض شدن. من میگم حیف این آقای شاهزاده رضا پهلوی که بخواد به خدا و این مردم بخواد حکومت کنه. خیلی عوض شدن، اصلا یه چیز دیگه شدن. نرو به خودت که اینقدر داری تلاش میکنی، از سر دلسوزی داری برای مردم حرف میزنی. خدا شاهد مردم اصلا یه چیز دیگه شدن. نمیخوام توهینی باشه برای همه، ولی واقعا انتظار ما هم از این مردم یه چیز دیگه است که این بر داریم زندگی میکنیم. دوست داشتیم همه دستامون یکی باشه با هم دیگه. دوست دارم. ممنونم. سپاسگزارم ازتون. حالا من چون خطا خیلی شلوغه الان توضیح میدم خدمتتون بعدا. الو بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. درود به شما جناب شهرام همایون. در خدمتتونم. همیشه در راستای و راستی صحبت میکنید. بس به شیر که خود. ممنونم از شما. میگن شاهزاده رضا پهلوی یه محدودیتایی داره، شما خودتون بهتر میدونید. فعالیتاش تا الان گفتید واقعا راسته، پر افتخار میکنیم و باید این پسر رو
که شاهزاده رو حمایتش بکنید. اینکه هر تلویزیونی بشینه و بعد بگه و انتقاد از اینا بکنه، این راه درستی به نظر من نیست. باید حمایت بکنید، اتحاد با هم داشته باشید. الان یه تلویزیون دیگر نگاه میکردم، نمیخوام اسم برم، داره تنظیف میکنه، داره نمیدونم تنظیف میکنه، اینا کار خوبی نیست به نظر من. جناب شهرام آقایون باید پشت ایشون باشید. مگر ایران قول خود شما کسی دیگر غیر از شاهزاده رضا پهلوی و غیر سلطنت میتونه بپذیره؟ به خدا میسپارمتون، امیدوارم سپاسگزارم. شما مرد واقعا راستگوی هستید. رحمت باشید. سپاسگزارم از شما. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. درود بر شما، بفرمایید. آقای همایون، شما تا امروز که یک شنبه ها برنامه نداشتی، خب بسیار کار رشتی بود. این یک. دو، شما نصف شب اراده کنید و بیاید برنامه اجرا کنید، تلفن ها رو باز کنید، بازم شروع میشه. و سوم اینکه مردم در ایران عوض شدن درسته، ولی هرگز فکر نمی کردیم که مردم واقعا چنین استقبالی بکنن و در پاسارگاد بیان. من میخوام بگم صدها هزار نفر بود، نه دهها هزار نفر. باز هم اگر قرار بشه برنامه دیگری بذارن، باز هم به همین نحو. من فکر میکنم در هر شهری هم اگر بخواید این برنامه رو تکرار کنید به همین اندازه شلوغ خواهد شد. خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. الو، درود بر شما، بفرمایید. در خدمتتونم، بفرمایید، خوش میکنم. بله 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 بله. جونم عزیزم، بفرمایید. آره عزیزم، صدا هست، بفرمایید. متاسفانه نمی‌تونم واقعا تو شما معالا نمیتونم عرض بزنم. قربون تو، خیلی ممنونم ازت. الو، بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای همایون عزیز. در خدمتتونم، بفرمایید، خواهش میکنم. آقای همایون، من متوجه هستم شما چیکار دارید میکنید و کاملا هم با شما موافق هستم. بله. ولی پرسشی که برای من مطرح است، اگر این حرفای شما از روی دلسوزی تاثیر اثر نداد و شاهزاده کماکان به روش خودشون ادامه دادن و حتی سخنگوی بخش کوچکی، حالا بگیم 10% از اپوزیسیون هم به عهده گرفتن و به این روش ادامه دادن که میتونه اپوزیسیون رو به بیراهه ببره و برای آینده ایران حتی در بعد جهاد حتی خطرناک هم باشه. اون زمان تکلیف چیست؟ حالا این داریم این مسیر تکاملی شاهزاده داره ادامه پیدا میکنه، ولی در آخر خط به یک سطح بزرگ رسیدیم، اونجا چیکار باید بکنیم؟ سپاسگزارم. این شعر رو من خوب قبل از تلفن شما خوندم، یه بار دیگه تکرار میکنم، ولی حالا تو فاصله برنامه. الو، بفرمایید، خواهش میکنم. الو جانم. الو، بفرمایید، خواهش میکنم. بله قربون، صداتون خیلی بد میاد، اگه ممکنه عزیزم صداتون من متوجه نمیشم، خیلی از دور میاد. از روی اسپیکر صحبت میکنین؟ از گوشی اگه ممکنه بردارید، برای اینکه ما صداتون مفهوم نیست برامون. میفرمایید.
برای یک اصطلاح تجمع مثل همین شورای ایرانی هایی که اومده، آیا گزینش صحیح بوده؟ آیا تحقیقاتی که در رابطه با این افراد شده واقعا صحیح بوده؟ فقط اینم می‌خواستم بگم. من سپاسگزارم از این وقت بودم. سپاسگزارم از شما. جواب دیره ها رو توضیح میدم خدمتتون. الو بفهمید، خواهش میکنم. الو بفهمید، خواهش میکنم. در خدمتتونم، بفهمید، خواهش میکنم. قربان شما. جناب آقای، شما بیشتر از همین ماها حقوق دادیم که زمانی که مسائل سعودی شروع شد تمام این ابرقدرت‌ها مونده بودن که یک آلترناتیو واحد باشه که بتونن با اونها به مذاکره بشینن. میخوام بگم که نفس قضیه کاملا درست بود. شاهزاده باید یک مجلسی به که نسبتا رسمی هم باشه راه اندازی بکنن تا اگر فرد صحبت مشابهی به میون اومد فقط مجاهدین خلق علم نشن. اما این که در عمل اشتباهاتی در این رابطه اتفاق افتاد، به جای اینکه چند تا نیروی شناخته شده که سنی هم از اینها گذشته بود و دارای تجربه‌ای بودند و میتونستند آزوشا باشند، اینها همه به کناری گذاشته شدن. به چند تا جوانی را که عالی از حسین تجربه‌ای بودند اینها را در مقام مشاورت گذاشتن، اینها همه تو ایراد درش واردی. ولی من میخوام از عقایدم این نتیجه رو بگیرم. امروز یک اتفاق مهمی افتاده که واقعا برای خیلی غیر قابل تصور بود. شما باید به عنوان پیشبرآور یکی از این حرکت‌های مهم، همونطوری که سالهای قبلا بودیم، تمام این مسائل حاشیه‌ای را، البته من دارم جسارت میکنم، من در اون مقام نیستم که راهنمایی بدم، پیشنهاد رو خودم رو دارم عرض میکنم. امروز فارغ از همه این مسائل من اعتقادم بر این که شما باید آستینه بزنیم بالا، برخلاف فرمایش پریشبتون که گفتیم باید نمیدونم بازنشست بشم، اتفاقا حالا امروز باید کار شروع بفرماییم. شاهزاده رو دعوت کنیم بیاد اینجا بگن که با توجه به این اتفاقی که حالا افتاده از این به بعد چه فراخوانی بخوام به ملت بدن. من میشده وقت سوال نگید. سپاسگزارم از شما، ممنونم. الو بفرمید، خواهش میکنم. الو بفرمید. الو بفرمید. آقای رومایان جور بر شما. جانم بفرم، خواهش میکنم. البا هستم، خوبی؟ به البا خانم بیدار شدین شما، چه عجب. آقای رومایان زنگ زدن به شما بگم واقعا خسته نباشید، شاهکار کردید. میخواستم به شما زنگ بزنم جمعه، ولی خیلی بود، خیلی برنامه بود شروع شده بود، من خواب بوده بودم، حالا ببخشید. ولی میدونم این حرف ما باید بگیم تو ایران اتفاقات یه خود دیرتر شروع کنن که تو اخواب بودن شده باشه. البا جان ولی شاهکار بود آقای رومایان. من میدونم شما 8 سال پیش این بنیانگذار شما بودید و این 2 روز پیش هم ما نتیجه شد. anyway آقای رومایان، سوالی داشتم از شما شنیدید که آقای هالو رو اونجا کتک زدن؟ بله، دیروزم تو برنامه اعلام کردم. حالا منتظر به اصطلاح گفتن که با دوست آقای بادکوبه‌ای بودن، ولی هنوز خبر قطعی گرفته نشده. منتظر خبر قطعی و درست هستم که اعلام کنم. بله، چون که گفتن حتی بردنشون بیمارستان شد. بله، دخترشون هم نگران قرصاشون و اینا بودن. بله، متاسفم. anyway خیلی دوستتون دارم. مرسی البا جان، مرسی عزیزم. به خانواده خیلی سلام برسون. ممنونم ازت. الو بفرمایید، خواهش میکنم. از جناب آقای همایون هم بفرمایید. عرض می‌کنم اولا تولد شاهزاده رضا پهلوی رو شاد باش میگم. بعدم میخوام ببینم مگر همه نگفتیم هرچی مردم ایران بگن، اونا یه عده که میگن رهبر خامنه‌ای رو که بابا کار نداریم، گفتیم هرچی مردم ایران بگن ما گوش میکنیم. شما تو این تظاهرات با این همه مشکلات کسی گفت مریم مهد تاقان میاریمش به ایران؟ کسی گفت رجب ایران رجبی؟ اسم یه نفر دیگه به جز پهلوی آمد؟ به جز تولد شاهزاده، تولد
ممنون از شما. علی درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب شهرام همایون عزیز. در خدمتتونم، بفرمایید، خواهش میکنم. عزیزم اگر این نوزر این کوچکترین عضو ما هستیم بخواد خدمات شهرام همایون رو به اون شکلی که من سرودم بیام رو برنامه، تصور میکنی بازنجون دور قابل میچینم؟ نه، تو فرزند ایرانی، تو فرزند راستین ایرانی. من تو خطاب میکنم دال بر بی ادبی نه خیلی لطف میکنین. من خودم رو جزئی از وجود تو میدونم. همینطوره. چون تو فرزند ایرانی، این پرچم رو تو بلند کردی. این حرکت در اصل از ابتدا از شهرام همایون شروع شد و برای آزادی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. و من به شخص خودم، از طرف خودم، خانه ایران نجابتی و بقیه دوستانم از شخص شهرام همایون سپاسگزارم. کسی خدمات شما را نمیتونه منکر بشه عزیزم. تو برای همه ما، برای همه میهن پرستان واحد، الگو و دوست داشتنی هستی. هیچ وقت هم خدمات تو و کارهایی که انجام دادی فراموش نمیشه. سپاسگزارم نوزر عزیز، دوست نازنینم، خیلی ازت ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم ازت. خب دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش، یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش، دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت نکش از غیرو، پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش. الان بفرمایید، خواهش میکنم. درود به شما جناب آقای حکومت. در خدمتتونم، بفرمایید. آقای خدمات شما ترجیح برای همه ما کاملا قابل لمسه. کاری که شما میکنید برای ایران، برای حتی شاهزاده. من روی سخنم با اوناست که الان شب‌هایی که همه چیزها رو به دنبال خودشون یدک میکشن شروع کرده به این حله دادی که بعد از که صداتون قطع و وصل میشه. من عرض بکنم منظورم به تمام اونهایی هست که این رو دنبال خودشون یدک میکشن، ایستهای مختلف، کسانی که 40-50 سال فعالیت میکنن و هنوز یک نفر رو نمیتونن دنبال خودشون بکشن. اینقدر محکوم نکنید. اینا کارگران، دانشجویان، روشنفکران بودن که رفتن. حمایت کنید. شما اگر همه چی رو محکوم کنید فقط به نفع جمهوری اسلامی کار کنید. اگر خودتون بی عمل دیگران رو محکوم نکنید، این تنها راهیه که ما میتونیم روی هم جمع شیم و این رژیم رو سرنگون کنیم. اگر با هم متحد نشیم باز جمهوری اسلامی 37 سال دیگه میمونه. اتحاد همه نیروها و دنبال اون چیزی که مردم میخوان. شما که نمیتونید تعیین تکلیف کنید. یک کار در دنیا نشون بدید، یک اردوگاهی که به جایی رسیده باشه، آمانیت سوسیالیسم، بذارید ما تاریخچه خودمون رو بیرون بریم، بذارید اون چیزی که هستیم باشیم، بذارید از نکبت این کثافت و جنایت این رژیم و این مذهب نجات پیدا کنیم. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما. خب بینندگان عزیز، عرضم به حضورتون بذارید که برویم به بخش دوم برنامه. اما برای شروع این بخش دوم اجازه بدید یک کلیپی رو دوستان ما درست کردن به عنوان کلیپ جنبش، همون شماره 7. بچه‌ها بله اینو با هم ببینیم. خواهش میکنم لطفاً با دقت این رو ملاحظه کنید. برگردیم برای همه بچه‌های ما هستیم سورپرایز مهمی رو دارم. بریم و برمیگردیم.
شما مردم خوب، شما مردم شریف، شما مردم امیدوار، شما جوانان علاقه‌مند به سرنوشت، بر همه شما مبارک باد. شما هستن تا روز آزادی مبارزه خواهیم کرد. ضربه خوردی نشکستی، خسته شدی ننشستی، هم پیمان بستیم تا نفس هست ما هستیم، تا نفس هست فریاد یک ملتی برای حق‌خواهی است. قهرمانمون در آیا شهر
حکومت رو وادار کرد به استقرار زمین‌های نیروی انتظامی در محل اجتماع مردم. با شکوه بساطن با دشمن اندیشه ها احیا باید گردد. حقوق هر ایرانی احیا باید گردد. حدود 20 سالم هست در نظام دارم کار میکنم. به خاطر دو چیز، چون مردم رو داری تحریک میکنی و دومی چیز اینی که نمیدونم توی شهرها با میداری پرچم آویزون. نقشی شما به این تلویزیون امیدوار هستم کمتر بشه که کار ما هم یه مقداری سبکتر بشه. اینور باعث خوشحالیه و الان میگیم نه ما هستیم. ما بینندگان عزیز خیلی سپاسگزارم. بره همینجا داره. گفتم امروز صبح خانم آذر خانم و آقای سیاد اون که پرچم رو آوردن، خانم میرحسینی همراه یه چک $100. خیلی متشکرم از دوست عزیزم سهراب نازنین که گل زیبایی رو همین الان فرستادن برای تلویزیون.
بله، دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش. فیلم جالبی بود و یکی از در کنار حالا صحبت میکنیم این مسائلی که پیش اومده، ولی چند تا حاشیه داره این داستان. یکی اینی که همه این کارهایی که ما شروع کردیم از اون روزی که پرچم فروختیم، دوستان خودمون به ما فحش دادن که آقا یعنی چه، مگه پرچم رو میفروشن؟ و بعد شروع کردن پرچم فروختن. مردم رو بردیم نیویورک در اعتراض به حضور رئیس جمهور ایران، بهمون فحش دادن که چرا آقا یعنی چه؟ ای بابا ما چه کنه گناه بدی نکردیم، آخه این کار زشتی نبوده ما کردیم. مردم رو تو ایران همین پاسارگاد در 10 آبان، همین فیلم هم نشون میده، 10 آبان 87 همکاران ما در همین تلویزیونایی که امروز میگن ما گفتیم و مردم رفتن، همین ها میشستن به ما فحش میدادن که آقا تو مردم رو کشوندی پاسارگاد که پلیسا بگیرنشون. باورتون میشه؟ پرچم 130 تا پرچم نصب کردیم، فحشمون دادن. اینجا مراسم کوروش گرفتیم تو لس آنجلس، آقا اون روزی که اصلا حالا پاسارگاد ولش کن، فیلم شما داریم بهتونم نشون خواهم داد در روزهای آینده، که مردم آوردیم اینجا بردیم در همین البام بود، کسای دیگه هم بودن، همینجا مراسم کوروش گرفتیم، از سراسر دنیا آدم آوردیم بردیم جلوی فدرال بیلدینگ، به ما فحش داد. کجا بودین اون موقع ها؟ چی شد؟ همتون کوروشی شدین. اب نداره، ولی به هدف کمک میکنه. اما من یه ایمیلم برام یکی از دوستان فرستاده، ولی نمیدونم اون ایمیل رو بخونم یا نه، شاید نخونم، ولی یه حقی داره از یه عده ضایع میشه. خدا یه حقی داره از یه عده ضایع میشه. یه عده این بچه های ما هستیم، ماهاست دارن تلاش میکنن، دست بندی کردن، همدیگر رو پیدا کردن، قرار گذاشتن، یه شب زودتر بلند شدن رفتن اونجا، چادر زدن، خیلی اتفاقات حاشیه‌ای بوده. خب حتی اینی که دارم میگم مال همین پریروزه ها، مال جمعه همین هفته است، اعلام وجود کردن. من فیلم اونها رو پخش نکردم. میدونین چرا؟ ترسیدم. چرا ترسیدم؟ گفتم آقا اینا به دلیل اینی که ما بودیم تو این وسط و مسئله احساس می‌کردن رقابت، از تلویزیون عقب افتادن، هر چقدر ما پررنگتر باشیم تو این ماجرا بیشتر مزاحمت ایجاد میکنن. خانم ها آقایان، بچه های ما هستیم، صبح روز جمعه 7 آبان در پاسارگاد، نگاهشون کنید لطفاً. ریختیم شیشه‌ها شکوندیم. اصلا این شعار کوروش پدر ماست از کجا آمد؟ از چه تاریخی شروع شد؟ بابا این فیلم مربوط به جمعه همین هفته است. لیلی روشن و دوستانمون در تلگرام این رو منتشر کردن تو کانال تلگرام. من جرئت نکردم تو تلویزیون مطرح بکنم برای اینی که ترسیدم. گفتم شروع میکنن که به هوای دشمنی با من این حرکت رو زدن.
اون سال اول که این اتفاق افتاد شما یه برنامه از خودتون نشون بدین تو تلویزیوناتون که از این بچه‌ها دفاع کرده باشین، نمیگم تشویق کرده باشین. فیلمش رو ملاحظه میکنید، الان 2 تا فیلم بهتون نشون میدم، با دقت نگاه کنید. 1387 10 آبان 1387 هم تو یوتیوب، پس از همون موقع تاریخ داره. و اون موقع کجا بودید دوستان من؟ دیدیم شعار نوشتن، آمدید گفتید آقا گرافیک اینو برداشتن با چیز مونتاژ کردن، فیلم گذاشتیم گفتید ما. خب من ایراد نمیگیرم، ولی شما یادتون گاهی اوقات یادتون میره موضوع مملکته. این فیلم رو پخش کنید لطفا. بابا راه باز تو هیچ مشکلی نمیشه. ما فردیان اونجا با کمال آرامش رو برمی‌گردیم. ما به روی کوره خطر خود کار بکنیم. آقا من رفتم صحبت کردم. آقا من فرستادی من صحبت کردم. من دستگرد میکنم یا خیلی دستی میگیرم. آقا یه لحظه وایس. آقا شما به اندازه خود بابا راه باز هیچ مشکلی نیست. چرا اینجوری کردی؟ ببینی از کجا اومدم؟ من نمیدونم. بابا از اصفهان اومده، یکی از خوزستان اومده، هر کی یه جای اومده. آخه چی میگه راه؟ ولی هیچ که حتی باورم کنید این بچه ها الان، خب اینا راه رو بهشون بستن. اون سال تعداد 3-4 هزار نفر بودن، ولی بودن. یک نفر نیامد در سال 87، یک نفر نیامد یه پیام بده، یه خبر رو بگه، از این بچه ها دلجویی بکنه. و ما و رفقامون اینجا نمیدونیم تحت چه شرایطی به اینا روحیه میدادیم، روحیه‌شون آقا مهم نیست، سال بعد. و این تکرار شد در سکوت همه سکوت کرده بودن. حالا امسال جمعیت آمد 70 تا پدر پیدا کرد. اب نداره، بازم از نظر من مهم نیست، ولی هنوز صدای آمریکا راجع به این موضوع حرف نزده. BBC هم که یه فیلمی گذاشته، هم بالایی باید باشه، همین باید باشه. نه بریم پایین، یه فیلم داره، یه فیلم داره، بریم پایین باید یه فیلم داشته باشه، همون بالاست. شاید یه فیلم خیلی کوتاه، چون اینجا هم محوطه رو بستن، منتها مردم مقاومت کردن، رفتن و نذاشتن و ارزم بود. برید بالاتر همین بعد از اینه برید بالا، روش کلیک بکنید لطفاً. برید بالاتر لطفاً. این چیه؟ همین اولی. ببینید فیلم این برها ملاحظه فرمودین. حالا این سال خوشبختانه، ولی یه چیزی هم توجه داشته باشید، اینم یه نکات مهمی تو این مسئله هست که من در طول روزهای آینده راجع بهش صحبت میکنم. ضمناً ساعت 3 بعد از نصف شب اون روز جنبش ملی ما هستیم خانم لیلی روشن در کانال تلگرام اولین پیام رو در سپاسگزاری از نیروی انتظامی و فلان منتشر کرد. 3 بعد از نصف شب تمام ساعتاش و تاریخاش هست. و حالا اولی در ادامه اون بیانیه‌ای هست که داره آماده میشه به زودی از سوی همکارانمون جنبش ما هستیم که قرائت خواهم کرد. الان بفهمید، خواهش میکنم. با عرض سلام آقای شهرام هوایی، سلام عرض کردم. من بهزاد پرچم هستم. خیلی خوشحالم. به بهزاد عزیز. یه مدت زمانی بود که نمیتونستم ببینم تو، ولی حالا پیدا کردم و خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون در روزا صحبت بکنم. همونجوری که گفتم قبلا، انشالله که بتونیم این برنامه‌هایی که تو تلویزیون پخش میشه یه جوری به دولت
به کشور آمریکا که یا هر خارجی که هر جای دنیا هست به مردم بیرون نشون بده. آوردن تو تلویزیون خیلی خوبه، یک پایه‌ای که ما داشته باشیم باید این باشه، ولی پایه دیگه‌اش که چیز همینه که تقریبا یک کاری انجام بشه که مردم دنیا به این طرفداری که ما از مردم داخل ایران داریم متوجه بیشتر بشن و ما باید صدای مردم داخل ایران باشیم که بتونیم این صداهای اونا رو رساتر و منتشر کنیم به تمام مردم دنیا که بتونن بدونن که ما چی هستیم و کجا هستیم و نظریات ما در مورد این گروهی که اومدن با گروهی که اومدن دارن کنسانتره دارن در کشور ما ایران چی هستش. اونی که تو ایران میگن که خیلی خوبه ولی در نظرهای اونا به اون صورت خارج نمیرسه و نظرش اونا حتما در مورد این دولت حاضر سرکوبی میکنه و همون جان چانوزه داریم میدونیم که مردم دارن انجام میکنن و در انجام میدونیم هم از لطف محبت شما این بوده که الان تو بازار ایران حالا من چند روز ایران بودم تمام چیزای طلایی که مال کوروش و اسمای دیگه فیلمای دیگه درست شده که تمام پشت فیلمای مردم گذاشتن. هنوز که هنوز چیزای دیگه رو نگرفتن و دارن ولی انشاءالله با کمک شما تمام این ایران دوباره زنده میشه. مخصوصا با پرچمی که همه ایران که گرفتن که گرفتنش بود پرچم شده برای این مافیا گروه یک چیز صلیب برای نشون دادن صلیب به دراکولا. ممنونم ازت. الو سپاسگزارم، بفهمید، خواهش میکنم. من در ایران با شما پیدا کردم. این آرزویی هم که در خارج با شما مخالفت میکنم اینها به عقیده من که در آمریکا هستن اگر یک سال قبل از انقلاب از ایران خارج میشدن باشیم و در آمریکا اصلا در جای انقلاب نمیشد. شما اصلا ناراحت نشید. سپاسگزارم از شما. الو درود بر شما، بفرمایید. در خدمتتونم، بفرمایید، خواهش میکنم. والا ایشون که همون روز جمعه مثل که آمدن یک مصاحبه کردن در تلویزیون اندیشه و پیام دادن و من این اطلاع دارم، میدونم که همون روز جمعه بله ساعت 12 آمدن و این پیام رو دادن. خیلی از شما ممنونم. خب اما چند تا موضوع در این رابطه من باید ذهن بینندگان رو متوجه بکنم. اولا بیانیه مهمی است که از سوی جنبش ما هستیم. فردا ساعت 10 صبح در برنامه آخرین لحظه این بیانیه قرائت خواهد شد. توجه شما رو به جزئیات اون جلب میکنم. اما یک نکته خیلی مهم توی این ماجراها وجود داشت و اون این بود که همه این اتفاقات بدون کمک مالی از بیگانگان، از دولت‌ها، از بنیادها از جای انجام شد، با کمک‌هایی که خود شماها دادید. بسیار روزا اتفاق افتاد که ما دلشوره و دلنگرانی این رو داشتیم که چه کنیم از نظر مسائل مالی، ولی به کار خودمون هم ادامه دادیم با قدرت، کما اینکه الان هم همین کار رو خواهیم کرد. دوم این که در این تصاویری که ملاحظه میکنید هزاران مرد و زن، دختر و پسر جوان رفتن اونجا، شعار دادن، رقصیدن، گفتن. کوچکترین اتفاق بدی نیفتاد. یه صحنه است، یه عکسی هست که یه پسر جوان داره شیرینی توزیع میکنه. شما به این صحنه رو بذارید بغل دست اونجایی که دارن نذری میدن. ببینید این در حقیقت این حرکت گویای دو فرهنگه، گویای نگاه کنید به این عکس، ببینید این همه مردم دور برش هستن، جعبه شیرینی هم هست. دقت بکنید و این چقدر با ارزشه. و این در حقیقت چه اونی که دختر پسر با هم رفتن. و اما یک نکته جالب براتون بگم، امروز آقای نوری همدانی، آقای آیت الله العظما نوری همدانی
ایشون عرضم به حضورتون که یک اعلامیه‌ای دادن و اعتراض کردن به اینکه آقا مردم رفتن اونجا، شعارهایی که مال رهبر بوده، تو بی بی سی برید پیدا کنید بچه‌ها، تو بی بی سی هستش، شعارهایی که مال رهبر بوده این رو برای کوروش گفتن و شروع کرده حمله به کوروش کردن. در یک همچین فضایی بوده که این هزاران نفر مردم بلند شدن رفتن جمع شدن اونجا. خانم و آقایون 25 قرنه که این آرامگاه کوروش در اونجاست. جز این 8 سال اخیر در هیچ کجای تاریخ ما نشانی نداریم از اینکه مردم ایران در یک زمانی رفته باشن به تجلیل از کوروش. این تو دوره شما اتفاق افتاده، این تو دوره شما اتفاق افتاد که مردم ایران، مردم و نه حکومت نه دولت، با پرچم خودشون عجین شدن و پرچم براشون معنی پیدا کرد. آیا اینا با ارزش بود یا بی ارزش؟ اصلا بحث شهرام و همایون و کانالیک رو بذارید کنار، بلکه واقعیت این بود که این آدما، این رضا ذوقی ها، این سهراب ها، این میر حسینی ها، این فرح زرنگار ها، این سعید و شراره ها، این البا ها، اینا بودن که این موقعیت رو به وجود آوردن. و که نه عربا که به من پول نمیدن که اگر بخوام بگیرم. شما نگاه کنید از یک نقطه کوچک، از یک استودیو کوچک در لس آنجلس چه اتفاقات بزرگی در ایران افتاد. اون فیلم کلیپ ما هستیم رو دیدید. حالا اگر یه خورده این قدرتمند تر میشد چه اتفاقی میتونست بیفته؟ همینجا به شما اعلام میکنم و این رو خیلی جدی بگیرید. بعد از سال 88 وقتی که حکومت همه صداهای آزادی خواه رو سرکوب کرد، یک ناامیدی عمومی در مردم به وجود اومد. مردم گفتن خیلی خوب دیگه کار تمومه، این حکومت هم سر جاش مون، چه تو خارج چه تو داخل. هر دو طرز فکر به این سمت پیش رفت. خیلی از جریاناتی که حضور داشتن، وجود داشتن، مهمترین اونها هم جنبش ملی ما هستیم بود، دوچار یک رکود شد. به من ایراد میگرفتن که آقا چرا یه حرکتی یه جمله نمیشد، مستمع نبود، گوش شنوا نبود. 2 تا کار رو در ایران در حقیقت توصیه شد. یکی اینی که آقا با کمرنگ کردن بعد سیاسی سعی کنید این وحشت مردم بریزه برای آمدن بیرون. گام اول اینه که مردم جرأت کنن، انگیزه داشته باشن و بعداً جرأت کنن بیان بیرون. این گام اوله. در خارج از کشور ما 2 پروژه رو پشت سر گذاشتیم. یکی پروژه واشنگتن، بعد از اون پروژه تورنتو. ما همیشه مسافرامون 70 نفر، 80 نفر، 90 نفر، 100 نفر بودن. در تورنتو ما آمارمون رو، مسافرامون رسونیم به 250 نفر. و اگر بذارید خیلی راحت بهتون بگم، ما اگر در اون سفر پرچم خیلی پررنگتر از اینی که مطرح شد مطرح می‌کردیم، جمعیت نمی آمد. و دوستای ما استدلال کردن، گفتن 200 نفر با 20 تا پرچم بهتره از 20 نفر با 200 تا پرچم. همین موضوع رو در مورد پاسارگاد ما به کار گرفتیم. سعی کردیم رنگ و بوی سیاسی اون رو، بله این آقای نوری همدانی، برید خبرش رو نشون بدید، تیتر خبر رو ببرید بالا، ببینید آیت الله حسن نوری، حسین نوری همدانی از مراجع شیعه در ایران از تجمع هزاران نفر در پاسارگاد و برگزاری مراسم به نام روز کوروش انتقاد کرده است، غلط کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس که نمیدونم چرا فارس، خبرگزاری پارس باید باشه،
او درباره شرکت کنندگان مراسم روز کوروش گفت این افراد ضد انقلاب هستند. تعجب میکنم چطور میتوانند در مزار کوروش جمع شوند. همون شعارهایی که برای شما نمیدونید چه وحشتی به دل اینا افتاده. یکی از اون فیلمایی که جمعیت هست و مال بی بی سی حاضر شد فیلمش. ای بابا من الان فرستادم تو سیار، همین الان فرستادم تو سیار. وحشت کردن، سابقه نداشته. یه همچین چیز جمعیتی یا برای نماز جمعه بوده، یا برای امامزاده بوده، یا برای کعبه بوده. مردم ایران، پرچم شیر خورشید، پاسارگاد، حالا شما فکر کنید اولا میدونی چیکار کردن؟ اینا آمدن چند جای جاده رو کندن. ما حالا عکسایی داریم که اگه بچه ها نشون بدن، مردم رفتن از جاده خاکی رفتن. دوم آمدن در بعضی جای جاده خاکریز درست کردن، یه تپه‌های مصنوعی درست کردن که مردم نتونن عبور بکنن. خب مردم اونجا هم رفتن جاده فرعی پیدا کردن. بعد اومدن دور محوطه کوروش، الان اگر فیلم بی بی سی رو پیدا بکنن اینه، شما سی آر، الان اولین ایمیل سی آر بی بی سیه. دور محوطه کوروش به یه فاصله مثلا 10 متری حصار بستن، 20 متری یه حصار دیگه بستن. میدونی چرا این کارو کردن؟ برای اینکه اگر محور این باشه 5 نفر دور اینو پر میکنن، اما اگر محور این باشه 50 نفر باید پر بکنن، برای اینکه جمعیت پخش بشه و دیده نشه. بله همینه. فیلمو برداشتن، برید سرچش کنید ببینید. بذار من تلفن ها رو جواب بدم. الو بفرمایید، خواهش میکنم. الو جانم. الو شما رو خط هستید، بفرمایید. الو شما رو خط هستید، بفرمایید. یه راست پشت خط اگه ممکنه. پشت خط گوشی رو زدتون خانم ساعت که خط دو رو بردارید لطفا. بله اینا دو سری حصار درست کردن که مثلا قطر این محوطه کوروش از 600 متر بشه 600 متر که جمعیت پخش بشه. ساعت 8:30 صبح که اتفاقا اولین گروه بچهای ما هستیم رسیده بودن اونجا، اینا اولین کاری که میکنن این حصارا رو میشکنن. بله نگاه کنید شما این جمعیت رو، شما بالا غیرتن وجدانن این جمعیت رو تا امروز جز در مورد مراسم مذهبی، جمعیت که دولتی نباشه، کجا بود؟ کجا همچین اتفاقی افتاد در طول 50 سال گذشته که خودتون زنده بودین و دیدین؟ خب مردم حصارا رو میشکنن، وارد محوطه میشن. و جالب بی بی سی یه فیلم گذاشته بود، البته ما فیلم دیگه هم داریم همونو نشون میده که اگر امروزم نرسه فردا نشونتون میدم. و اینو میشکنن و میرن نزدیک و به اصطلاح مرکزیت حرکت میشه خود قبر کوروش. در اینجا جمعیت متمرکز میشه، منسجم میشه، دیده میشه. خب شب اینا اونجا خوابیدن، دستشویی نبوده، البته چراغای عمومی رو خاموش نکرده بودن و اگه کسی حالش بد میشده یه درمونگاهی، دکتری، کسی نبوده. یک عروسی اونجا برگزار شده، یعنی تو همین فیلم های توی صفحه دوم ما باید باشه، دختر و پسر جوانی که همین روز جمعه در محوطه آرامگاه میان به عروسی میکنن. بختیاری ها رژه میدن از مقابل کوروش با سلام نظامی بهش احترام میکنن. خب اینا به چه قیمتی فراهم شد و به دست اومد؟ الو بفهمید، خواهش میکنم. درود به شما جناب آقای همایون. در خدمتتونم. صدای منو خوب دارید؟ بله قربان. ببینید این بار اگه شما مدیاها رو نگاه کنید، فیسبوک و این چیزا رو نگاه کنید، حمله چپ‌ها، توده‌ها، جریان، اینها این بار منتظرن که یه ترجمه شه و این بار اینها قدرت رو به دست بگیرن. همونهایی که این رژیم رو سر کار آوردن و 37 سال بعد وقتی ما دادن، همونهایی که تمام اینها رو دنبال خودشون میکشن، اینها حملات شدیدی رو شروع کردن. همونهایی که در طول تاریخ فعالیت خیانتکارانه داشتن و حتی 20 نفر رو نمیتونن دور خودشون جمع کنن. میخوام
از اینا بخوام که دست بردارید. 27 سال بدبختی و نکبت رو برای مردم ایران آوردید. دست باید این بار بذارید مردم خودشون تکلیفشون رو معلوم کنن. و سپاسگزاری میکنم از فعالیت و قلب ایران دوست شما. خیلی سپاسگزارم، بی نهایت ممنونتون هستم. اما یه چیزی یادتون باشه مردم، اولا ما باید، خواهش میکنم اینو با دقت گوش بدیم، ما باید حد اکثر تلاشمون رو بکنیم برای اینی که حد اکثر آدم ها بتونن بیان بیرون. این که من گفتم من حتی محسنمو نمیخواستم پخش بکنم، مجبورم کردم پخش بکنم. این تلفن ها بذارید رو هولد، نمیدونم چرا فقط اون خطا روشن میشه. باید از طرح مسائلی که بهانه به دست رژیم بده و بتونن مردم آزار و اذیت بکنن ما بپرهیزیم. ما الان خیلی فیلم داریم، متاسفانه چهره ها روش واضحه، شماره پلاک ماشینا هست، اینا رو پخش نمی کنیم. پس نباید در این شروع کار، روزای سال 56 هم وقتی خواست انقلاب شروع بشه، کسی نرفت اون روز اول بگه مرگ بر شاه. صحبت مجلس ختم آقای مصطفی خمینی بود. خواهش میکنم هوشمند باشید. حالا که این جمعیت، برای عکس رو نشون بدید لطفا، این جمعیت، تازه این جمعیت دور مقبره نیست، این جمعیت تو طول خیابانه که ایستاده. علی بفهمید، خواهش میکنم. علی جانم رو خط هستید، بفهمید. علی شما رو خط هستید، بفهمید. خانم طوفان عزیز بفهمید، خواهش میکنم. جمهوری اسلامی، گوشهای خودت را باز کن. تو در روز 7 آبان 2 رفراندوم در سرزمین ایران اهورایی در پاسارگاد در حضور کورش بزرگ انجام شد. اولین رفراندوم پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، دومین رفراندوم برای بازگشت سلسله پادشاهی به شاهزاده رضا پهلوی. جمهوری اسلامی، اون کسانی که در پاسارگاد در دور آرامگاه کورش بزرگ گرد هم آمده بودند و سلام نظامی به حضور کورش بزرگ میدادند، آنها هر کدوم نماینده 1 میلیون ایرانی هست. پس بدون جمهوری اسلامی تو جایی در ایران نداری، چون ایران اهورایی یک سرزمین پادشاهی و دموکراسی است. با درود و بدرود، خداوند نگهدار ایران باد. طوفان کانادا. ممنونم از شما آقا. من این فیلم رو باز کردم بچه ها، من این فیلم رو باز کردم. علی درود بر شما، بفهمید. علی بفهمید، خواهش میکنم. علی بفهمید، خواهش میکنم. جانم بفهمید. ببخشید آقای همایون، من 2 دقیقه شما قطع نکنم، میخواستم یه حرفی باتون بزنم. بفهمید، خواهش میکنم. بفهمید. شما مگه نمیخواین خدمت کنین به مردم ایران؟ چرا؟ ولی با نظر خودم، نه با نظر دیگری. خب من حالا یه نظری میدم، شما به این نظر من اشتباه. شما مگه نمیگید عدم خشونت؟ شما مگه نمیگید باید پیشرفت باشه، تمدن باشه، فرهنگ باشه؟ خب اینا منظور، اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ خب حالا بفهمید. منظور من اینه که این شما مگه ما مثلا پرچم درخش کاویانی نداریم؟ شما چرا اصرار دارید این پرچم، حتما این پرچم آقا محمد خان قاجار با این شیر و شمشیر درندگی پرچم ایران باشه؟ بله. خب شما دارین دوستی خالصه با این مردم میکنید. بله بله. شما ممکنه برای من راجع به درفش کاویانی صحبت کنیم، بگین درفش کاویانی چی بود؟ درفش کاویانی همه میدونن چیه. نه شما بگین ما یاد بگیریم. نه نشد. شما بفرمایید ما یاد بگیریم. شما راجع به درفش کاویانی با من صحبت کنید. چی هست درفش کاویانی؟ بابا جو درفش کاویانی من حالا که اینجا تصویرشو نمیتونم از اینجا. نه رنگش چیه؟ رنگش چیه؟ شما من از شما سوالم اینه. آقا رنگ درفش کاویانی که تو غمشو داری. آقا جان گوش بده. شما که غم، عزیزم یه دقیقه اجازه بده، شما که غم درفش کاویانی داری به من بگو رنگ درفش کاویانی چیه؟ بابا جون من رنگشو کار ندارم، شکل
برای اینکه نمیدونی، برای اینکه حقه بازی. میدونی چی کار داری میکنی؟ تو اصلا نمیشناسی که تو غم درفش کاویانی نداری. آقا درفش کاویانی نگیش بنفشه. درفش کاویانی یک جنبه اساطیری داره در شاهنامه که همون برمیگردد به داستان کاوه آهنگر و فریدون و ضحاک و در ایران هم یک درفشی بوده است در زمان ساسانیان که در اون دوره هر پادشاهی می آمد. میخوام بگم هم سوادم از تو بیشتره، ولی تو داری چی کار میکنی؟ تو قصه درفش کاویانی نداری. میدونی میخوای چی کار کنی؟ الان که همه یه دست اومدن گفتن پرچم شیر و خورشید، تو و امثال تو و اون مراکزی که به شما خط میدن میان میگن خب ما با این پرچم دیگه نمیتونیم مقابله کنیم، چی کار بکنیم؟ بیایم یه چیزی رو علم بکنیم که اینا نتونن حرف بزنن. بیایم درفش کاویانی عمل کنیم که از فردا یه عده پرچم شیر خورشید دست بگیرن، یه عده درفش کاویانی در دست بگیرن، یه عده که پرچم جمهوری اسلامی. ولی این کسایی که درفش کاویانی دست میگیرن به پرچم جمهوری اسلامی لطمه نمیزنن، این به شیر خورشیدیا لطمه میزنن. این حقه بازی شماست. حقه بازی. شما تا حالا دیدید کسی بیاد از چیزی تعریف بکنه که حتی ندونه رنگش چیه؟ بالا غیرتن. دیدید که پرسیدم آقا رنگش چیه؟ نمیدونست. فقط میخواد اباحت شیر خورشید رو بشکن. حالا آقا جان، هیچ چیز مقدسی در زندگی انسان وجود نداره، حتی پرچم هیچ مقدس نیست. یه نماده، یه سمبوله. امروز مردم این نماد و این سمبل انتخاب کردن برای اینکه با حضورش بگن کی هستن. فردا شاید شیر رو برداشتن یه ببر گذاشتن، ببر رو برداشتن یه کله کوروش رو گذاشتن، من چه میدونم. ولی امروز این علامت تبدیل شده به نشان قدرت ملت ایران. اون روزی که تلویزیون کانال 1 آمد این گردن‌آویز کوروش رو درست کرد، شما کجا بودین؟ اون روزی که این کتاب رو کتابچه رو درست کرد، 10,000 نسخه، ما پولی نداشتیم، متن ترجمه شده لوح کوروش رو ما چاپ کردیم، منتشر کردیم. چقدر حالا کتابای خود کوروش رو بماند به جای خودش. خب من حالا چون روز یک شنبه هم هست این توضیح هم به بینندگان بدم. ما در روز ماه اپریل عازم نیویورک هستیم و یک سفر فوق‌العاده استثنایی خواهد بود. 4 روز 3 شب میریم به نیویورک. دوستانی که تا الان حدود 50 نفر ثبت نام کردن و این رکورده. آقای ستار خواننده عزیز همراه ما خواهند بود در این سفر. اون شب یه شب برنامه خواهند داشت. هنرمندان دیگری هم هستند که به مرور اضافه خواهند شد، اعلام میشن. سفر با کشتی خواهیم داشت، کروز خواهیم داشت در دیدار با مجسمه آزادی. البته توی مجسمه هر کی دلش بخواد میره، ما نمیریم برای که یه مشت پله است و اینها، ولی روی کشتی نهار صرف میکنن و برنامه هنری روی کشتی اجرا میشه. روز بعدیش بازدید از تایم اسکوئر و بازدید از شهر نیویورک. 3 شب ضیافت اونجا خواهیم داشت در هتل. 3 شب ضیافت، دوستایی که آمدن میدونن. الان قیمت ها خیلی مناسبه، هم قیمت خود هتل و تور مناسبه، هم قیمت هواپیما مناسبه. خیلی ها الان ثبت نام کردن. همه شما خوش. ممنونم از رامین عزیز، ممنونم از خانم استاسین که دیگه تبریک داشتن و با ما بودن. رامین که دیگه قوقاست. دم همه شما هم گرم.